بسم الله الرحمن الرحیم. بازرگان در نیشاپور میزیست کنیزی داشت، کنیزی ترک زیبا. این بازرگان باید به سفر تجاری میرفت. از خوف آنکه مبادا پسرای به بلاغت رسیدش به همین کنیز چشم علا نکنند، گناهکار نشوند، به کنیزی پدری خود مبادا جماع نکنند، نزد ابو عثمان حیری آمده التماس کرد که یا شیخ، گفت همین کنیز در نزد تو به امانت میگذارم تا آمدنم، از تو با تقواتر، از تو پرهیزگارتر در این شهر من کسی را سراغ ندارم، تا آمدن من در نزد تو ایستد. اول نه نیستان کرد، قبول نکرد، اما وقتی التماس التجای بازرگان دید که گفت من از خدا میترسم که مبادا فرزندم زنا نکنند، به این کنیز گناهکار نشوند، زیرا این کنیز پدرشان است. شیخ قبولش کرد. یک روز قضای ازیدی چشم شیخ به همین کنیز افتاد. این شیطان ملعون وقتی که یک زن بیگانه را میبینی همون زن بسیار شهوت انگیز میکنند، خاصتا وقتی او زن زیبا باشد. دیگر هوش یاد شیخ کند، عاشق شد، دیوانه شد. دیگر آرام و تسکین گم کرد. نه در نماز دیگر حضور قلبی پیدا میکرد، نه در طاعت عبادت، نه به ذکر نشسته میتونست. از خوف آن که مبادا خدای نکرده در وسوسه شیطان گیر نافتد، حتی رفتن خانه خود ترک کرد، دیگه خانهش نمیرفت. یک پیر داشت استاد با نام ابو حفص حداد، نزدش آمد گفت یا استاد به دادم برس که شرمنده میشم. این مردم به هزار امید آرزو اومدیم امانت چه در خانه من گذاشته است این شخص، این من خودم عاشق دیوانه شدم، نمیدونم چیکار کنم، این چی شرمندگی است. شیخ گفت به شهر ری سفر کن. در شهر ری شخص است، یک عارف است با نام یوسف ابن حسین، او را ملاقات شو، از او دعا کن که در حق دعا کنه ان شاء الله خداوند همین مشکل رفع بکنه. این عازم سفر ری شد، از نیشاپور تا ری خیلی راه است. آمد در شهر ری وارد شد. وقتی که از یوسف ابن حسین پرسان شد، مردم گفتند تو آدمی صالح می نمایی، از شکل صورتت معلوم است که پرهیزگار هستی، بنده خدا هستی، تو خانه یک فاسق لوطی ملعون چی میکنی؟ او یک بدبخت است، یک شیخ شرابنوشی بلواتت مشغول است، لواتت میکند و بدبخت، تو چیز خانه او را سراغ میکنی؟ وقتی از هر کسی میپرسید همین پاسخ هم میگرفت. گمان کرد که استادم خطا کرده است، با خفا گشت آمد نیشاپور. پرسیدش ابو حفص حداد که دیدی یوسف ابن حسین؟ گفت آخی حضرت من گمان کردم تو نامش خطا گرفتی، از هر کسی یوسف ابن حسین سوال میکنم در جواب میگویم که آخی این مرد فاسق است، فاجر است، خانه او نرو. گفت یا جاهل، من ترا نزد یوسف ابن حسین فرستادم، نزد مردم ری نه، بازگرد، برگرد برو پیشش، تو چیکار داری با گپی مردم؟ آمد ایدف وقتی که میگفتن فاسق و فاجر است، میگفت که من بالاش پول قرض دادگی، بالاش پول دارم، برام پول ما بگیرم. با خانه را نشانش دادن. آمد شیخ در مهمان خانه ششته است، در پهلوش یک امرد بچه بسیار زیبا و خوشرو، در نزدش یک سبو کوزه را میگویند که در اون مای میگرفتن عادتا. در پهلوی سبو سوراخی ریونکا، چیزی که با او شراب می نوشیدن، و همین امردی بیریش جوان زیبا و خوشرو در پهلوش نشسته است. شیخ به یک لطافت، یک مهربانی تبسم کرده است، طرفی همو غمزه دارد. وقتی که از در درآمد چنان نفرت وجود چه گرفت که حتی سلام نداد به شیخ. به یک تنفر شیخش آمدش کرد، مرحباش کرد، آمد در یک گوشه شیشت به تنفر، به غضب. وقتی که شیخ به صحبت شروع کرد، چنان سخنای از زبانش برآمد که این مات مبهوت ما. گفت واقعا همون شیطانم دانشمند است، اما خداوند که هدایتش نکرده است گمراه و احمق است. گفت تو از ما چی کم بودی دیدی که تهمتمون میکنی، طعنمون میزنی؟ گفت واقعا این امرد بچه در نزدت نشسته است، چی است؟ شرم نمیداری از خدا؟ با این ریشی سفیدت در نزدت سبو مانده استی و سراحی شراب می نمیترسی که غضب خدا بالای تو میآید؟ نه فقط بالای تو، بالای تمام مردم شهر ری میآید. گفت این پسر خوردیم است،
همه امراد بچه‌ای که میبینی پسر خوردیم است در نزد من قرآن میخواند، قرآن حفظ میکنند. از سبو در سراحی را گفت ای آبی همه چشمه نزد حولی خدمه است. تو اول یا بربون هوش این سراحی گفت شکسته بود، گرفتم شریشش کردم به خاطر آن که ضایع نشود همین را میگیرم استفادهش میبرم. این صبور هم از کجای همین خانه ما دا افتید است، پرتم شوخی گرفته استفادهش برده استیم. گفت آخه مادام که چنین باشد چرا با مردم نمیفهمانی یا شیخ؟ چرا نمیگوی که همین پسری خوردیم است آخه این امرد بچه نیست؟ چرا در یک چایلیک چای نمیگیری آخه خاک در سرت؟ این مردم میگن شراب مینوشه و در نزدش سبو و سراحی است. چرا از چایلیک در پیاله چای نمیریزی بخوری مثل مردم جانشنانه که مردم میکنن؟ آخه همین رفتاری تو برای چی است؟ میدانی که مردم خدا همه لعنتت میگن، تو کافرت میگن، زندقت گفته هم در شهر ایران مردم در رو توف میکنن اگر دسترس دستگیرت کنن. چرا این کارا میکنی؟ شیخ گفت به خاطر آن که مردم به تقوا و به پرهیزگاری من غره شده کنیزهای ترکشانه آورده در خانه من به امانت نگذارند. حال این مرد نگفته است که من به چی کار آمدم، چی خواهش دارم. یعنی شیخ و بزرگان دوستای خدا هستند، به خاطر خدا از ملامت مردم اندیشه نمیکردند، گپ حق همیشه میگفتند. مقصد از آوردن این قصه چی است؟ ما عمل او شیخی را که اهل ملامتیه بود دستگیری نمیکنیم. نه، در شریعت پیشو حق نداره که چنین یک کاری را کنه. غرض از آوردن این قصه آن بود که ببینه که این نظر حرام چگونه در وجود انسان میتونه اثر بگذاره. شیخی را مثل ابو عثمان حیری به او بزرگی، به او نجابت توانست که مسخر یک کنیزی ترک کند، میداند همین حرام است، اینقدر بیقرارش کند. شما جوانای برگ گل حال هیچ چیز از دنیا ندیدید، وقتی که زنی لچ برهنه را میبینید به ذوق این فیلم را تماشا میکنید، مگر این شیطان ملعون شما را آرام میگذارد؟ هرگز نه. دستی کرد گفت ای محمد، گفت میدونی که این شخصایی که در این مجلس تشریف آوردگی هستند همه اینا امک‌ها و امک‌زاده های تو هستند، اینا همه خیش اقربای نزدیکی تو هستند، اینا همه پشت و پناهی تو هستند. بنابراین پیش از آنی که به صحبت شروع میکنی خوب اندیشه کن، مبادا یگان کاری کودکانه و ناسنجیده نکنی. بدان که ما را قدرت تاوان این است که به تمام مردم عرب دشمن شویم و اگر همین کار تا دوام دادن گیریم ما با تو هستیم، اما اگر کاری کنی که تمام عرب دشمنی ما شوند ما از رو میگردونیم. این کار نکن که در بالای قوم و قبیلت یگان بلا و آفت نیار. یعنی این ابولهب حضرت هشدار کرد که وقتی که تو این دعوت خود آشکارا کنی تمام عربا دشمنی ما میشوند، این کار نکن. بنابراین وقتی که این پیش دستی کرد در میان سخن دور اومد و سخن خودش شروع کرد، حضرت دیگر مصلحت ندید که چیزی گوید، بنابراین خاموش ایستاد. فردا باز دعوتشون کرد و پس از اتمام مجلس بعد صحبت شیرین خودش حضرت آغاز کرد. الحمدلله گفت، سپاس خدا را، احمده و استعینه، خاص او را ستایش میکنم و خاص از او کمک طلب میکنم. و اؤمن به و اتوکل علیه، ایمانی به او میارم و توکل به ذات خدا میکنم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و گواهی میدهم که خدا یکه و یگانه و بی شریک است، بی مثال است. و بعدا گفت بدانید و آگاه باشید که سید قوم هیچ وقت به قوم خودش دروغ نمیگه. بدانه که گفت من پیغمبر خدا هستم، خاصتا برای شما بنی هاشم و عامتا برای تمام خلایق خداوند مرا فرستاد و مسئول گردان که پیام خدا را به شما برسانم. بدانه گفت چنانه که خواب میکنه، همین شبا که خواب میکنه و استراحت میکنه همچنین مرنده هستی، و چنانه که از خواب میخیزه همچنین برانگیخته میشوی فردا روز قیامت.
و آنگاه در پیشگاه خدا از تمام کار و باری که کردگی هسته یک به یک در پیشگاه خدا محاسبه کرده می شوی. اون وقت یا بهشت جاویدانی هست یا دوزخ جاویدانی. یعنی یک کلامی بسیار کوتاهی پرمحتوا را پیغمبر خدا گفتن. چقدر مثالای زیبا. چنانه که خواب میکنی میبری، همین خواب انسان هم یک نوع مرگ است. این علم هم به همین نتیجه رسیدگی است. خواب هم این مرگ است، مرگ صغرا است. و چنانه که از خواب میخیزی با برانگیخته میشوی. چنانه که در خواب میبینیم که در فلان جا سیر سیاحت داریم، کاری بد یا کاری خوب داریم، همین دنیا هم خواب است. همین دنیا هم خواب است. روزی می شود که بعد از مردن از خواب حقیقی بیدار می شویم. مردمان را سر به سر در خوابدان حضرت عطار گفتند گشت بیدار آن که او رفت از جهان. بعد بیداری حقیقی می شویم، می خیزیم که زندگی ما خواب بود است. ما در همین زندگی همین نقشی که در خواب بازیدیم همین خیلی زندگی می کردیم، لیکن به حسابات می مانم. چگونه ای که پیغمبر خدا گفتن اون وقت یا بهشت جاویدانی است اگر زندگی خوب کرده باشی، یا دوزخ جاویدانی اگر زندگی با دشمنی خدا و بر مقابل دین اسلام زندگی کرده باشی. همین یعنی نطقی کوتاهش گفتن. ابو طالب پدر حضرت علی که پیغمبر خدا را به وایه رسانیدگی بود بعد از گذشتن باباش، گفت چی سخنای شیرینی گفتی، چی خوب سخن کردی. گفت به خدا گفت ما دوست می‌داریم که از تو حمایت کنیم، به هر کاری که تو را موظف کردگی هستن کار خود را انجام دادن بگیر. من در پناه تو هستم، از تو حمایت میکنم و بدون که بنی هاشم قبیله تو هم از تو ما حمایت میکنیم. کار خود را ادامه دادن گیر، لیکن گفت دل من در اختیار من نیست، او مرا اطاعت نمی کند که از دینی پدرم عبدالمطلب جدا شوم. یعنی ابو طالب هرچند که اسلام قبول نکرد اما آمادگی خودش از دفاع پیغمبر خدا اعلان کرد. اما این ابو لهب با سخن شروع کرد، گفت به خدا گفت بسیار کاری بدی کردی، گفت این را اجازتش ندیه که اگر این کار کنه تمام مردم به ما دشمن میشوند، یگان بلا و آفت به بالای ما می آید. اما ابو طالب گفت که کار تا دوام دادن بگیر، پروا نکن، مادامی که من هستم به یک تار موی تو یگان زیانی نمی رسد. وقتی که حضرت این سخن از عمکش ابو طالب شنید، فردای همون روز صبح بر وقت به بالای کوه صفا شد. در یک تپه بلندترین کوه صفا به آوازی هرچی بلندتر صدا داد که یا صباحا یا صباحا. این یک ندای بود که وقتی که یگان دشمن میخواست به مکه مکرمه هجوم کند یا یگان سیلی می آمد، یگان آفتی می آمد، همچنان کسی که خبر داشت از همون بلندی آواز میداد و مردم خبر میکرد. وقتی که این ندا را کرد بعضا قبیله ها را به نام ذکر کرد، ای بنی عدی، ای بنی فهر و ای بنی مطلب و ای بنی عبدالمطلب. تمام قبیله ها و اولادا حاضر شدند. چی واقعی شده باشد؟ گفتند که محمد در بالای کوه صفا برآمده مردم دعوت میکنند. در یک زمان خلق قیامت حاضر شدند که یگان کاری مهمی هست، یگان واقعی بزرگی شده است که محمد ما را دعوت میکند. مردم زیاد در دامنه کوه جمع شدند، گفتند که چی واقعی شده است؟ حضرت گفتند اگر حاضر من به شما بگم که از پس همین کوه یک لشکر جرار خونریز میخواهد در بالای شما هجوم کند، شما مرا قبول دارید؟ باور میکنی؟ گفتن البته باور میکنیم، تو محمد امین هستی، ما از تو یگان بار یگان دروغ و یگان کاری ناشایست و زشت ندیدیم، چرا قبول نکنیم؟ حضرت گفتن پس بدانه، گفتن که اگر از همین راه رویش خودتان دست نکشید، از همین عبادت بت‌ها و سنگ و چوب‌ها دست نکشه، حتما عذاب خدا در بالای شما می آید. بعدا اونا را نصیحت کرد، از او کار و بار و رفتاراشون آگاهشون کرد، غلطاشون اصلاح کرد، موعظه‌شون کرد. بعدا یک به یک همون قبیله ها را نام برد که ای بنی عبدالشمس، ای بنی مخزوم، ای بنی فلان و فلان.
از خدا بترسه گفت که در مقابل حقیقت از دست من کار ساخته نیست. اگر شما ایمانی به خدا نیارید، من اگر بخواهم هم یگان منفعت به شما رسانده نمیتونم. بنی عبدالمطلب گفت، بعد قبیله خود چه خطاب کرد؟ از خداوند خودتون بترسه که در مقابل حق از دست من کار ساخته نیست. عباس فرزند عبدالمطلب عمکی پیغمبری خدا گفت از خدا بترس. صفیه دختری عبدالمطلب عمه پیغمبری خدا از خدا بترس گفت در مقابل حقیقت یگان کاری از دست من ساخته نیست. فاطمه دختری نازنین پیغمبری خدا، هر مالی که از دنیا میخواهی، هر چیزی که میخواهی در این دنیا بخواه، گفت من به تو میدهم، لیکن خودت از خدا بترس، خود را اصلاح کن، چرا که در غیر این صورت کار از دست پدری تو ساخته نیست. من کاری کرده به فایده تو کرده نمیتونم. این صحبتاش کرد، مردم شنیدن، خوب، بعضی ها خوب قبول کردن، لیکن همه خاموش، همه آیسته آیسته پراکنده می شدن. در همین هنگام این ابولهب ملعون، این همون عمکی پیغمبر، دستاش برداشت به اشارت، طبق بعضی از روایت ها حتی سنگ انداخت به سوی حضرت، گفت خدا جان تا همین روز بگیره، تو به همین خاطر ما را در ایجا دعوت کردی؟ برای همین کار گفت ما را از کار بیکار کرده ایجا آوردی؟ دشنام و حقارت های زیاد پیغمبری خدا را داد. بنابراین در شأن او همین سوره تبت نازل شد. استعیذ بالله، تبت یدا ابی لهب و تب. خداوند در حق او گفت هلاک باد هر دو دستی ابو لهب و هلاک باد خودی ابو لهب. یعنی این ناکس مادامی که دشمنی پیغمبری خدا شد، دشمنی دینی خدا شد، حالا در قید حیات بود، حالا سالم و بردن بود، اما خداوند عاقبت او را اعلان کرد در پیش چشمش که تو بدبخت، در همین دنیا من تو را هلاک میکنم و فردا روز قیامت همراه همسری بدبختت سیصلا نارا ذات لهب و امرأته، داخل دوزخ میشوی. نه مالت نه فرزندات یگان کس به داد شما نمیرسد. ابولهب 10 پسر داشت، 10 پسری بردم داشت، پسرای پهلوان، مال و ثروت زیاد داشت. از فرط نعمت همین چهره ابولهب سرخی، همین شعله آتش بر این نورانی بوده است. همین آدمی که فقط همین بخره و باشامه و استراحت چی، یک شعله آتش بر این چهرهش درخشش داره. ابولهب لقبی او را گذاشتگی بدم، اما خدا زدش. در همین دنیا خدا نشانش داد. عاقبت بعد از جنگ بدر این ملعون یک مخوی در بدنش پیدا شد، یک بیماری بسیار ویران پیدا شد که پوستی تنش میغلطید، به مانند همین سگای گرگین شده بو از تنش میبرومد. دیگر قوم و قبیلش از او رو گرداندن، فرزنداش از او رو گرداندن، همسراش قهر کردن، به یک خاری وزاری در یک کوچه مرد. مجبور شدن و همون مردم قریش که عربای حبشیایی که در اوجا کرایه آمده بودن، کرایه کارگر بودن، همونا را پول دیان با چوبه های دراز جسدی پربوی او را تیله داده در یک غاری بیرون از شهر باندازن که از بو و تفش مردم خلاص شوند. به همون یک بیادبی و یک احمقی که ابولهب کرد. بنابراین حاضرین عزیز، پیغمبرای خدا دوستای خدا هستند. بعضا می شود که خداوند به انسان احسان میکند، خوبی میکند، وقت میدهد، لطف حق با تو مواساها کند. لطف حق انسان مهلت میده. بعضی کافرای سرسختی هستند، خدازده هستند که در همین دنیا مهلتش میده که ما حیران میشویم که خدازده را برای چی خدا در این دنیا نمیزنه؟ زان که از حد بگذری رسوا کند، بعد از حد که گذراندی مهلت داد که خود با عذاب خودت دهچند کنی، بعد یک باره که گرفت دیگه خلاصی نداری، دیگر پشیمانی فایده نداره به مانند فرعون. این سخن از چی جهت میگم؟ چرا که بیادبی ها بعضا دیده می شود، چی در شأن دیگر پیغمبرها، چی در شأن پیغمبر ما. یک دیوان اوضاع گفته است که در زمان پیغمبر خدا لزوه ژیلت نبود وگرنه ریشوش میتراشید.
اینا همین اگر ملایم کرده احتیاط کرده گوییم این بی‌ادبی هم نیست، این بالاتر از بی‌ادبی است. چی کسی زبانش به او اجازت میدهد، عقل فراستش به او اجازه میدهد که در حق پیغمبری که بیشتر از 1.5 میلیارد انسان از جان و مال و زن و فرزندشون او را بیشتر دوست می‌دارن، همین سخن بگه که لزوه نبده یگانه ریشوش میتراشید. تو بدبخت ای کجا دانستی لزوه یافت موی سرش تراشید برای ریشوش لزوه نیافت. نعوذ بالله یک طعنه زدن بس شکل و صورت چهره پیغمبر خدا هست اگر حقیقت شگیریم. این چنین شخصا را یا در همین دنیا یا در قیامت اگر خودشون اصلاح نکنن و با پیغمبرای خدا دشمن شوند و با دین خدا دشمن شوند، همین تقدیر ابولهب انتظار است. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت آشکارا را شروع کرد. آشکارا دیگر دعوت میکرد. پس از یک آیه دیگری که حق تعالی به اون نازل کرد که فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، یعنی حق تعالی گفت که دیگر حقیقت آشکار کن، به کاری که مأمور شده ای اجراش کن و از مشرکا رو تاب. حضرت دیگر آشکارا در مجلس‌های قریش قرآن میخوان، اونا را دعوتی به سوی اسلام میکرد، آشکارا در پیش چشمشون عبادت میکرد. دیگر تمامی کار و رفتار پیغمبری خدا آشکارا شد. دیگر قریشی ها به داد آمدن، بعد دشمنیشون سرسخت‌تر شد که چیکار کنیم، این مرد آشکارا دیگر دعوتی به سوی اسلام میکند، آشکارا دیگر معبودای ما را ملامت میکند. خوب اینجا یک ماشینی 97 و 18، اگر کسی که رقم ماشینش 97 تا 18 باشه التماس میشه که ماشینش از سر راه بگیره. 97 تا 18 و ایام حج هم فرا می رسید. این مردمی همون عرب جاهلی از زمان حضرت ابراهیم شروع کرده خانه خدا را زیارت میکردن، هرچند که زیارتشون مسخره آمیز بود. لبلیج میکردن، بعضا اوریان در گرد خانه خدا طواف میکردند و بوتا را میگرفتن میبردند روی خانه خدا داخل میکردن، اما عبادت میکردن. بنابراین وقتی ایام حج نزدیک میشد از تمام منطقه های عربستان مردم عرب برای زیارت خانه خدا می اومدن. بنابراین این مشرکای قریش گفتن یک چاره دیدن در کار، یک کاری کنیم که دعوت محمد به دیگر خلقا و قبیله ها نرسد تا اینکه اونا مسلمان نشوند. بنابراین که کافر از عصر میانه شروع کرده چاره اندیشی میکنه و بیکار نیستن، فکر میکنه چیکار کنیم که مسلمانان را تاثیر اسلام هم کمتر کنیم. این اسلامیزاسیا شده است، مردم همه به سوی اسلام گرایش پیدا کرده است در عالم. چی مکر حیله کنیم؟ تروریستش بگیم؟ با چی کار کنیم؟ با یک نقشه نو در کار، یک نقشه تازه تر در کار. کافر از همون ابتدا در فکر اندیشه هست که چگونه مردم از اسلام دور کنه. همون مشرکای قریش جاهل بینه که در عصر کهنه زندگی میکردن در همین فکر شدن. بنابراین به نزد یکی از پیشواهاشون، یکی از دانشمنداشون به نام ولید ابن مغیره آمدن که ولید گفتن میدونی که موسم حج نزدیک است، عربا از تمام منطقه ها می آیند. خب این محمد دعوتی آشکارا دارد، این روی راست گشته مردم به سوی دین نو دعوت میکنه، چیکار کنیم؟ چی چاره کنیم؟ یگان نقشه پیشنهاد کن. ولید گفت شما یگان پیشنهادها داشته باشه پیشنهاد کنیم، من یک تاشه انتخاب میکنم. و گفت خیلی بگیم که کاهین است، بگیم محمد کاهینه. کاهین همون روحانی های پیشتره فریبگری که بدن هر چی را دود میدادن رو فریب میکردن. لیکن ولید گفت نگفت این پیشنهاد شما قبول نیست، با این محمد با کاهین یگان مانندی نداره، این دروغی سخن شما معلوم میشوه، یک چیزی بگی به حقیقت نزدیکتر باشه. و گفتن خیلی میگیم که دیوانه ای. نعوذ بالله. گفت نه، با دیوانه هم مانندی نداره. خیلی گفت این دیوانه معلوم است از رفتار و کردارش، این هم نمیشوه. پیشنهاد دیگر کنی. گفتن میگیم شاعره.
شاعرای پیشتره این همین شعر گفته قبیله به قبیله میگشتند به همین واسطه زندگیش میگذروندن زندگیشون. گفتن نه این به شاعر مانندی نداره، و یگان چیز طلب نداره، چی کاری میکنه از خداوند طلبش داره، از یگان کس مبلغ و موز طلب نمیکنه نمیشوه. گفتن میگیم ساحر جادوگره. گفت نه جادوگرا دم مانندی نداره، این جادوگرا عادتا یک چیز دم میدمن و رشته گره میکنن و دیگر کارهای نامعقولی میکنن نمیشود. این پیشنهادهای شما نشید. و گفتن خوبه که خودت یک اندیشه کنی پیشنهاد کن، این یگان پیشنهادی ما را قبول نکردی. بعد این ولید فکر کرد چی تهمت کنم، چی کمبودی پیغمبر خدا را بیاوم همون کمبودیش ذکر کنم و مردم هم معن کنیم که از پذیرش اسلام مانع شویم. همین قدر اندیشه کرد. عاقبت بعد گفت میگیم که او سخن آورده است که به مانند سحر، یعنی قرآن در نظر داره، مرد از پدرش جدا میکنه و از همسرش جدا میکنه و یعنی که میگیم ساحره، سخنش سخن بشریه، سخن خدا نیست، ساحره. هرچند که این شخص ابتدا گفت به ساحر مانندی نداره، وقتی که یگان عیب پیغمبر خدا را ندید بینه که با عاقبت همین دروغ گفت، میگیم ساحره. وقتی که از تمام منطقه ها مردم با زیارت خانه خدا آمدن، حضرت هم گفتیم دیگه آرام و آسایش نداشت. شب باشه، روز باشه، سحر باشه، نیمروز باشه، بعضا خودش تنها، بعضا همراه یگان صحابه و دوستش با همراهی ابوبکر یا دیگر دوستش میگشت، قبیله به قبیله میگشت که این مردم من از شما یگان چی خواهش ندارم، فقط خدا را به یگانگی پرستش نکنی، زیناکاری نکنی، خوب فرزندای خودتون زنده به زنده در گور نکنی. همین نصیحت ها را پیغمبر خدا به اونها میکرد. لیکن کافرها هم آرام و راحت نداشتن. این کافرها هم میگشتن مردم این جادوگرای مبادا شما را فریفته نکنن. ابو جهل ملعون بعضا میدید که پیغمبر خدا به سوی کار روان است، از پسش میرفت. حضرت سخن شروع میکرد که هی مردم گوش نکنه که این شما را فریب میکنه، این دینی نو پیدا کرده است، کاری میکنه که شما را برباد میته، دنیاتون میسوزونه. از این قبیل مردم اینا هم از راه میزدن. نضر ابن حارث گفتنی یک ملعونی دیگر بود، یک بدبختی دیگر. این مرد به هیره رفت. هیره را حضرت داملا قصه شکر که یک منطقه بود که ایرانی پادشاهی را گوش میکرد، یعنی رهبرای هیره، پادشاهای هیره وصلی پادشاهی ایران بودن. این مرد به هیره رفت، قصه های ایرانیان را از خود کرد. قصه رستم داستان، جنگ رستم با اسفندیار، 7 خان اسفندیار و 7 خان رستم، همینا را از خود کرد. می اومد در هر مجلسی میدید که پیغمبر خدا دعوتش شروع کرده است، هی مردم میگو ایرا گوش نکنه، من قصه های شیرین تر از او دارم، من قصه های خوبتر دارم. بعد همو افسانه های بد نبود بدگار بود را شروع کردن میگرفت. یعنی کاری کنیم که مردم از دعوت منع کنیم. حتی این نضر ابن حارث وقتی که میشنید است که یگان شخصی با آبرو به سوی اسلام مایل شده است، میخواهد که مسلمان شود، او را به خانهش دعوت میکرده است، از پول خودش تشکیلی میکرده است، نوش و نعمت ها را میآورده است. بعد یک کنیزه که دیگر هم داشته است که سرایندگی میکرده است، به مانند خدمون، چیزای خدمون، سراینده های خدمون. بعد او کنیزه کش رقص بازی و سرایندگی میکرده است. این ایجا تشکیلی را خورده و عرق نوشیده. بعد میگفته است اینا بین راحت در کجا بوده است، تو میستی از پس محمد رفته، این پس مردن شما را وعده راحت داده است. این راحتی این وقت را بعدینه نگذاره، مبادا شما را فریفته نکنه. این کارا را این نضر بدبخت، نضر ابن حارث انجام میداده است. بعضا حالت میشد که حضرت میخواست که قرآن قرائت کند یا اینکه نماز میخوان با آواز میبرداشتن، میگفتن آواز برداره که قرآن شنیده نشود. این قرآن به خودش یک تأثیر دارد که شنونده را به سوی خودش جلب میکنه. غلاغوله میکردن، آواز میبرداشتن که سخن حضرت شنیده نشود. این همش از همون سیاهی دلشون بود. همین خیلی آدم ها حالی هم هستن. این انسانیت آدم ها همون چخیلی که در قدیم فکر و اندیشه داشتن، بخل و حسد و کینه و عداوت و کافری و این چیزا از همون قدیم بود تا حاضر هم هست، تا وقتی که انسانیت هست.
کاری کنیم خلل دارش کنیم که مردم از صحبت محروم شوند. این کارا نشد، تهمت‌های گوناگون کارگر نشد. با وجود این بعضی از کسایی که می آمدن مسلمان میشیدن به زیارت خانه خدا می رفتن، بنابراین دیگر بدبختا بعد اندیشه بدتر کردن، گفتن کار دیگر کردن در کار دیگر. از اینجا اوسو کسایی که اسلام میارن اینا را روی راست عذاب و شکنجه میکنیم. این ابو جهل وقتی که میفهمید که یگان کس مسلمان شده است، اگر یگان انسانی با آبرو میشد که زدش نمیتونست، به خانهش میرفت تهدیدش میکرد که تو اسلام آوردی، اگر از اسلام بر نگردی کار میکنیم که تو در تجارتت کساد میشوی، ضرر میبینی، از دنیات محروم میشوی. همین خیلی تهدید میترسونید. اما اگر او بیچاره یگان کمبغل ضعیف بیکس میشید، عذاب و شکنجهش میکردن. بعدا مصلحت کردن هر رهبری قبیله، هر رهبری اولاد وقتی که شنید که یک تابعش مسلمان شده است، حتما او را عذاب و شکنجه کنه که از اسلام دست بکشه. حضرت عثمان امکش در یک گلیم پیچید، محکم کرد، از زیر گلیم برگ چرگ این چیزا را دود میداد که حضرت عثمان نفسگیر شود، که تا وقتی که کافر نشوی میگفت من تر از این گلیم خلاصی نداری، خلاصت نمیکنم. حضرت مصعب ابن عمیر یک جوان یا شکک بود که اسلام قبول کرده بود. بسیار جوانه که نونیحالی زیبا صورت، ناز پرورد، در خانهشون ارکه بود است، مسلمان شد. این آچه‌ای که با فرزند باید مهر داشته باشه زد، از خانه پیشش کرد. بیچاره گشنه و تشنه در صحراها و در زیر آفتاب میگشت، عاقبت قاق زد، روش پوست پرتاف به مانند مار برین. همون قدر رنگ صورتش دیگرگون شد که دیگر او را شناخته نمیشد، که تا وقتی که مسلمان نشوی دیگر به خانه تر ره نمیدهیم. خب حالی شخصای آزاد این بود. اما بیچاره غلاما چی حال داشتن؟ غلامایی که در او عصر زمانی غلامداری صاحب غلام از زده میکشت، کسی چیزش نمیگفت. غلاما احوالشون ده چند سخت‌تر بود. صهیب ابن سینان رومی مسلمان شدگی بود غلام. این بیچاره را همین قدر میزدن همون مردم قبیلهشون که از هوش میرفت. بعضا از هوش بیدار میشد، به خود می اومد که حالی هم این خدا زده و زده استیانش. بعضا چیزای از زبانش می برومد که خودش نمیفهمید چی میگه. بلال حبشی قصهش معروف است. این بلال بیچاره را صاحبش امیه ابن خلف بود، یکی از دشمنای سرسخت‌ترین پیغمبر خدا. این ناکس یک ریسمان تنگ در گردنش، بعضا سیم در گردنش میبسته و بعد کشون او را در بالای ریگ میکشوند است تو کوه و صحرا، به دست دیگرون میداد است که بگردونش. همون بند گردن حضرت بلال میبرید، میزدندش، میبستش و تیاق میگریف، مردنک حضرت بلال میزد، گشنش میمون. به دین محمد کافر شه، لا تعوضا را توصیف کن. اما حضرت بلال از دینش نمیگشت، تا به حدی که این ناکس وقتی که آفتاب به حد گرم می شود، نصف روزی آفتاب حجاز چقدر گرمه، با زیر آفتاب ای 50 گرادوس هم بالاتره، در زیر ریگو می بردو و پشت می خواباندنش در همون ریگ تفسون. بعد یک سنگ عظیمی دیگر آورده چند کسه در بالای سینه حضرت بلال می گذاشتن. بعد می گفتن که کافر شه، به خدای محمد کافر شه. اما حضرت بلال احد میگفت. بعضا میشد که بیچاره از هوش میرفت. خباب ابن ارت یک صحابی دیگر، این بیچاره را صاحب بدبختش آهنگر بوده است. این آهنگر هم آهنای تفسون میگرفت در پوستش میگذاشت، پوستاش میسوخت که به کافر شه، از دین محمد بر نمیگشت. همون خیل عذاب و شکنجهش میدادن که بعداً از بدنش همون قدر روغن چی میریخت که در زیر آتشش میگذاشتن، آتش بر روغن تنش خاموش میشیده. عمار یاسیر هم خودش مسلمان بود، هم پدرش هم مادرش، هر سهش مسلمان بودن، هر سهش هم بیچاره غلام بودن. غلامی بدبختی ابو جهل ملعون، همون غلامی بنی مخزوم.
پدر عمار را همچنان عذاب و شکنجه کردند که بیچاره جان به جان آفرین سپارید. بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از نزدشان میگذشت که عذابش میکردند. او کافر خدا زده را اگر 100 نصیحت کنی او قبول نکند. بعد گفت آل یاسیر گفت صبر کنی، وعدگاه شما جنت هست. بنابراین حضرت در زندگیشون اونا را وعده بهشت داد. عمار بیچاره پدر یاسیر جان سپارید. ابو جهل ملعون به یک نیزه دراز از پیش مادرش زده او را هلاکش کرد، کشتش در پیش چشم فرزندش. یاسیر را گفتن انمی حالی تو هم همی می شود کافر بشه، از اسلام رو بگردان. اما یاسیر نمیگشت. یاسیر همی خیل میزدند و بعضا در بالای ریگ میکشوندنش، در بالای ریگ تفسون، بعضا بالاش میبردند و پاکوبکش میکردند، چوب شپکش میکردن. اما حضرت عمارم یک باره از دهانش همون کلمه کفر برآمده، به اختیار گریان به حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم رسید که یا رسول الله این ناکسا به حد آوردنم که ناگهانی همین سخن از زبانم برآمد، چی میشده باشد؟ اما آیه قرآنی نازل شد و حق تعالی گفت ایمان اینها مادامی که دلشان بر جا هست، ایمان اینها بر جا هست. اگه زنکا این کافر نه به زنک رحم دارد نه به کودک رحم دارد. این وقتی که انسان میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسه، او که از خدا نترسید به قیامت باور نداشت، از دست او بدبخت همه کار میآید. کنیزکار هم عذاب شکنجه میکردن. زینیره گفتن یک کنیزه که بود، همین خیل بیچاره را عذاب شکنجه کردیان که روشنایی چشمش از دست داد، کور شد. از عذاب زیاده بیچاره کور شد. بعد با طعنه و ملامتش زدن که لات و عزا گفتن ترا کور کرد. انا دیدید با لات و عزا کافر شدی، لات و عزا ترا زدن تو کور شدی. اما همون کنیزک در همون حالتهای سختی و نابینایی گفت به خدا، گفت لات و عزا کردگی نیست، ایره خدا کردگی های. اما من با امید دارم اگر بخواه خدا با بینا میکنه. فردای همون روز به امر خدا همون زینیره بیناییش یافت، چشماش بینا شد. امر پروردگار عالم بینه که آخه این از 1000 نقل و قصه عذاب و شکنجه ها باور کنیم ما یک بیان کرده نتوانستیم. همون قدر عذاب و شکنجه ها دیدن مسلمان های اولین، لیکن بینه که از اسلام دست نکشیدن. اکنون ما خودمون هیچ وقت به اونا قیاس کرده نمیتونیم. از او عمل هایی که اونا میکردن از 10 یکش ما و شما کنیم، عالم امروزه اسلام آباد میشود. یکش از 10 کنیم. بنابراین هم حق تعالی در وصف اینها گفت، پروردگار عالم از بالای عرش اعلا که السابقون اولئک المقربون. حق تعالی گفت او کسایی که در نوبت اول مسلمان شدن اونا مقربان درگاه خدا هستند، اونا در جایگاهی هستند که دیگرها به جای اونا نمیرسن. بله صحابه های پیغمبر خدا محترمترین ارجمندترین این امت هستند، لیکن صحابگانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدگی هستند هیچ وقت با صحابگانی که در جنگ بعد اشتراک میکردن برابر شدن نمیتونن. صحابگانی که بعد از جنگ بدر مسلمان شدن هیچ وقت با او صحابگانی که ابتدا در اولین لحظه ها مسلمان شدگی بودن با اونا برابر شدن نمیتونن. بنابراین ما و شما باید که از تاریخ اینها عبرت بگیریم. اینا برای ما عبرت هستند، اینا یک قصه افسانوی نیستند. ما و شما هم به یک عذاب شکنجه اندک کاری نکنیم که از اسلام رو بگردانیم. به یک ترس هراس اندک یک زنی را 3 بار حجاب پوش کردیم، 3 بار. یک بار سطر بند به دست، بعد وقتی که زنکا را من میکنن سطرش ایسرش میگیرن، نصیحتش کردیم که اخی خواهر اخی بعد اکد شما را من کردن از جمعه خونی دیگه ای مسلمانی هم منتون کردن بند سطر تا. زنی مسلمان سطر داره، سطر فرضی خدا های. سطر پوش شد، بار دیگر با گرفت، بار دیگر نصیحتش کردیم سطر پوش شد، بار سیوم با سطرش گرفت است. برای چی؟ میترسم یگون چی نشوه خبرهای هر خیله اومدیسته.
گفتین اگر گر مسلمانی از این است که حافظ دارد و اگر از پس امروز بود فردای. شرم است از این خیلی مسلمانی وقتی که مسلمانای حقیقی را قصهش بخونیم و ما به این حالت باشیم. و گفتی اما حضرت حافظ و اگر از پس امروز بود فردای. فردا وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جمع شود او صحابگان اولین صحابه های بعدینه و دیگر مسلمان های غیور گرد اطراف او را بگیرن، این خیل مسلمانی به غیرت ترسانچکی که از یک شمال اندک تماما پگانوش میکنه میگیره از دین حتی رو میگردانه، این خیلی ادعا میکنه و خودش به پیغمبر خدا نزدیک میکنه. این شرمندگی است. خداوند مهربان همه ما و شما را موفق بگرداند که پیغمبر خدا و صحابگان اولین از برای خود اسوه حسنه قرار دهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.